سلام ای اهل دل، ای اهل میهن. سلام افراد چون آینه روشن. سلام اهل بشر را سازگار است. سلام اسم خوش پروردگار است. السلام علیکم. سلام میگویم و سلامتی میخواهم بر کل بینندگان عزیزی که امروز دیده به دیدار ما رسیدند و گوش بر برنامه ما دارند. بر همهشان روزگاری خوش و آسوده تمنا میکنم و هرچی در دنیا نیکی نام دارد، خوبی نام دارد، خوشی نام دارد، برای شما از درگاه خدای کریم تمنا میکنم. خب برنامه پرنده های مهاجر است. این برنامه را ادب رعایت کردیم. یعنی چی ادبه؟ ادبه که هر بار ما موضوع انتخاب میکردیم و شما طبق همان موضوع در برنامه باید حرف میزدید. امروز موضوع را شما انتخاب میکنید. امروز صحبت آزاد است. در چه موضوع های من بعد برنامه را گوش کردن میخواهید و چه موضوع ها را باعثی چه موضوع های را مورد محاکمه قرار دهیم شما انتخاب میکنید. در برنامه های من بعد هم اگر امروز پیشنهادها کردید قبول میکنیم، دوام میدیم از روی پیشنهادهای شما. و امروز صحبت آزاد خواهیم داشت، البته در دایره برنامه پرنده های مهاجر، یعنی در دایره که مهاجرت آنچه تعلق دارد بر مهاجرت. بسیار گفتیم درد و داغ مهاجر بود، رازهای مهاجر، آرزوی مهاجر بود، در یاد مادر بود، پدر بود، دست دعای مادر بود که مهاجران را دعا میگوید و خیلی دیگر. تاثیر فرهنگ بیگانه بر مهاجران، تاثیر ادبیات بیگانه بود یا که تاثیر ادبیات در بیداری ملت بود که این هم وابسته بر مهاجران است. چون ملت بیدار شود مهاجر کم می شود. همین طریق یک موضوع ها را در برنامه گرد آورده بودیم. امروز موضوع از جانب شما انتخاب می شود. گفتیم که ادب رعایت کردیم. یک شعری که شعر خیلی خوبه بود از شاعر شهرتیارمان، از شاعر عصر 13، رومی بزرگ مولانا جلال الدین بلخی که در روم زندگی کردم. این بعد نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. فرق در بین بنی آدم و حیوان ادب است. کردم از عقل سؤاله که بگو ایمان چیست؟ عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. چشم بگشای و ببین جمله کلام الله را، آیت همه معنی قرآن ادب است. قرآن آموختن، زیبا تلاوت، زیبا قرائت کردن، موزون قرائت کردن، با برابر این همه ادب هم هست، علم هم هست، تاریخ هم هست. بیشتر ادب است، ادبیات است. و اینک در این برنامه که باز هم فرهنگی باشد خوبتر است، اما نفر علاقه نویستند با نام نجات هزار که سیاسی باشد. نفر گفتند چگونه برنامه را ختم کنیم. خب آنهایی که مقبولتان است پسند است گوش کنید، مقبولتان نیست یوتیوب کانال مجبوری نیست خاموش کنید. ما با اهل خود صحبت میکنیم، با اهل ادب، با اهل فرهنگ، با پرنده های مهاجر که مثل ما مهاجر هستند در کشورهای بیگانه به خاطر دریافت رزق روزی اهل وطن زحمت میکشند. به خاطر همین مهاجرانی که امروز شعری که برایشان انتخاب کردم از شبکه اجتماعی و قرائت کردم بر تنظیمگری آواز گفتم که همین شعر را تهیه کردن در آغاز برنامه برای مهاجران خود تقدیم میکنیم، برای پرنده های مهاجر که امروز زحمت میکشند. یک شعر پرمضمون است تا که روحشان بالیده باشد. بعد شعر باز هم برنامه را ادامه میدهیم. امروز از کانی بادام باستان باز هم خواهرکان در شبکه اجتماعی خیلی نویستند، منتداریشان را نسبت برنامه گفتند و پیشین هم قبلا هم میگفتند که برنامه بیشتر صدا داده باشد.
برای همین خواهرک هم التماس کرده بودن از ما که وطن، مادر، این کلمه ها را شرح دهیم. البته بعدی همین شعر که شرح می دهیم شعر برای مهاجران است. مرحمت گوش کنند. مهاجر مهاجر ای غریب از وطن دور، جدای از وطن ناچار مجبور، دل و یادت همیشه با وطن بند، به چشم اهل دنیا هست منظور. وطن پرورتری از توده که بر رشوت خواری خود گشت منفور، غرورت را ندارد هیچ کاران، اگرچه از قضا هستی تو مزدور. زر یابه به میهن میفرستی، تو هستی نان به خوان خانت پر، خوش آمدگویی و دزدی ندانی، سرت بالا دلت کاشانه نور، به آبادی میهن سهم داری، وطن از زحمت تو گشت معمور. مهاجر در حقیقت قهرمانی، به دوشت بار درد ماست معذور. رسد روز امیدت سبز گردد، شوی از نکهت هر غنچه مخمور، پسی هر شب سحر حتما بیاید، مشو از جبر شام جور رنجور. مهاجر ای غریب از وطن دور، جدای از وطن ناچار مجبور. بر فلک میپیچد. وطن کوچه هاست که گفتم با وقار قدم میگذاری، بیملال نفس میگیری و میگویی که این از من است. وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. وطن جان من هم جهان من است، وطن باغ و هم بوستان من است. ما این همه آباده، این همه زیبایی ها، این همه پیشرفت هایی که در ملک های بیگانه میبینیم، البته میبینیم و میآموزیم. انسان تغییر پذیر است، آموزنده است و البته وقت بر وطن برمیگردیم انا همین آبادی ها را در وطن خود بنا خواهیم کرد. ما از وطن خود یک وطن آباد، آسوده، یک وطن پیشرفته، مترقی را بنیاد خواهیم کرد که من بعد از کشورهای دیگر هوس کرده در وطن ما رفته
مهاجر شده کار میکرده که شوند و گویند با تاجیکستان میرویم، با افتخار گفته باشند، با افتخار میگفته ها هم هستند. خب مادر کیست؟ گفتند مادر. درباره مادر حرف زنید. مادر اگر خودم از نظر خودم گویم یگانه نفره که به عوض یگان چیز بر فرزندش محبت میدهد همین مادر است. مادر همان است که بر عوض محبت دادهش، مهر دادهش، بر عوض شبهای بیدار خوابیش از فرزندش چیزی نمیخواهد. سلامت بودن فرزندش، سیر بودن فرزند، خوشنود بودن فرزند برای مادر خیلی یک دولتی بزرگ است. هنگام خوراخوری همه شما کودک بودید البته میدیدید که آنچه از کاسه خودش میبرامد و لذیذتر بود به کاسه شما گرفته میانداخت. اگر یگان شیرینی خوب در دسترخوان بود مادر میخوری؟ گوید نه دلم سیر، من دوست نمیدارم. قند و کنفت رو میگفت شما میخوردید. مادر دوست میدارد، فقط شما خورید برای مادر با مزه تر است. و برای همین خواهری که در شبکه اجتماعی برایشان شیرک خواستن، من در وصف مادر قرائت کردن میخواهم. مادر ارزنده است. مادرنامه هایی که اینقدر در وصف مادر نوشتند کتاب شده رفت، اما همون چهره اصیل مادر را هنوز یگان نفر قلمداد کرده نتوانسته. و بلندترین حرف را در این بابت حضرت پیامبر گفتند درود بر روان پاکشان که بهشت پیش کدام مادر شماست؟ جنت که رضای مادران است در پیش کدام مادران است؟ شعر میخونم از سپیده محمد، این را هم از شبکه اجتماعی انتخاب کردم. باز آمدم به درگهت ای مادر، آنجا که بود سرگه دنیایم. برخیز و گوی آمده ای صبح هم، برخیز و گیر دستی تمنایم. باز آمدم به درگهت ای مادر، دل خسته از بهار شکفتنها، آزرده از هوای دروغ‌آلود، بس مرده لیک باز نمردنها. باز آمدم به درگهت ای مادر، از نو به سینه خود بکن جایم. قدرت گذشت به تو خزانم من، ای مادر بهشته زیبایم. به تو چراغ درگه تو خاموش، به تو به باغ دیده من باران، به تو دلم ترانه نمیگوید، روحم چو مرغ کوچه سرگردان. دانم که باز قفل درت محکم، دانم که باز خاطه تو ببر، دانم که باور کنم که هیچ نمی آیی، اما کجاست پاسخ این باور؟ باز آمدم به درگهت ای مادر، باز آمدم به درگهت ای مادر، حرف دعای دست تو را پزمان، ای کاش باره لحظه یک این حرف بخشد به قلب خسته من درمان. باز آمدم به درگهت ای مادر. از درگه مادر در آمده روید که مادر جان باشد. زمستان روید در کنج صندلی نشسته باشد، بهاران روید در پیشتاق ایوان نشسته باشد. در آمده رفتنتان را دیده برآمده از پیشانهتان ببوسد که رنج های در غریبه کشیدهتان از خیالتان برآمده رود. مادر باشد، در هر خاندان مادر جان باشد. این شعر را من برای خواهرک کانی بادامی خوندم، التماسشان را به جا آوردیم. سلامت باشند. در حقیقت همین شهر کانی بادام باشد. خب نفر در خط علاقه هستند، قبولشان میکنیم و در هر موضوع حرف میزنند. امروز موضوع آزاد است، صحبت آزاد است. بعداً برنامه را باز ادامه میدهیم. گفتگو از هر جاست. بیدل میگوید که یا بگو یا بشنو، گفت شنید است اینجا. اسماعیل دادرم مرحمت. گوش میکنیم و گیران نیست بلندگویک. تنظیمگری آواز بلندگویک اسماعیل گیران نیست یا خب خاموش کرده باشند.
می توانید طریق پیامک ها هم موضوع های را پیشنهاد کنید، می توانید آزادانه هم صحبت کنید، اما هم صحبتمان باشد. برنامه گذشته در خاطر دارید تاثیر ادبیات در بیداری ملت بود. من مواضع رو در برنامه آماده کرده برآمده بودم، آنقدر موضوع دامنه‌دار و آنقدر برنامه تصفیه خوب یک چی گرفت در احاطه همه شما، البته با صحبت های شما آنقدر رنگ و مضمون خوبه گرفت که مواد آماده کرده من فراموش شد. درباره استاد میرزا ترسونزاده قهرمان خلق تاجیک حکایت را آماده کرده بودیم. یک زمان در استروشن باستانی ما یک دایره ادبی شاعران و نویسنده ها عمل میکرده است و آن حتی تا دوران همین شوروی هم بوده و غزل های بیدل آنجا معنیداد کرده می شدند، شاعران شعر می گفتند و یک چایخانه هست حوض ماران نام دارد. بار استاد میرزا ترسونزاده در زمان جوانیشان به همین چایخانه آمدن تا مضمون کدام یک بیت میرزا عبدالقادر بیدل را از سهیلی جوهری زاده پرسند، چون آن کس در موشیکافی ابیات بیدل بی‌نظیر بودند و همین طریق خیلی انتظار شدند تا جوهری زاده از مسجد حضرت شاه آیند، از نماز برگردند. همانجا در سر کت چوبه در لب حوض پرآب یک صحبت ادبی آراسته می شود و یک نفر غزل را از صادق استرافشانی قرائت می کند که بر غزل بیدل تضمین است و همانجا یک بیت را معنیداد می کند: چو اشک آن کس که پا بر روی مردم می نهد صادق، اگر چنده که مردم زاده باشد از نظر غلطد. کسی که مانند آب دیده که از پیش مردم که چشم جاری می شود، کسی که از بین مردم براید و مانند اشکی که در روی مردم جاری می شود بر روی مردم پا گذارد، مانند اشک که در زیر پای مردم می افتد زیر پای مردم می شود. بینید اشک از نزد مردم می براید، می گوید روی آدم پا می گذارد زیر پای آدم می افتد. کسی اشکش را جمع کرده نوری دیده کرده نمی ماند و اگر انسان هم از بین مردم براید و بر اعتماد مردم دیگر پا گذارد، دیگر مردم را ناپسند کند، باورهای مردم را ته پا کند، یعنی که زیر پای مردم می افتد، دیگر ناپسند مردم هم می شود، دیگر مردم نسبت او محبتشان را گم می کنند. ببینید چقدر یک صنعت تمثیل و تضاد و یک مضمون بزرگ است. و همینجا استاد میرزا ترسونزاده فریاد زده گریه می کنند از غایت درک معنای همین بیت و می گویند انا شاعر. تاثیر یک بیت شعر بود. اهل فهم، اهل درک، اهل معنا خیلی خوب میفهمند. خب برای اشتراک در برنامه می توانید به همین لینک وارد شوید، انگشت زنید و در این برنامه اشتراک کنید. هر راز دل دارید، هر گفتنی دارید در برنامه، باز کدام موضوع در این برنامه برایتان صدا دهند می توانید پیشنهاد کنید. می توانید شرکت در وصف وطن، در وصف مادر، در وصف پرنده های مهاجر یا در وصف مهاجران خوانید. چرا پرنده مهاجر نام گذاشتیم؟ در برنامه های پیشین هم گفته بودیم. تاجیکان مانند پرنده های موسمی می آیند می روند. عین حال بازار سودای نفرانی که در خشک میوه کار میکردن خیلی سوس شده که بر وطن برگشتن. نفرانی که زمستان می آیند و هستند نفرانی که برعکس بهاران کار میکنند و زمستان برمیگردند بر وطن. بر وطن برگشته رفتن و باز آمدن خیلی دشوار شده. از اینجاست که سالها در مهاجرت میمانند، در روسیه میمانند. احسن بر مادر تاجیک که چند سال باشد انتظار میکشد، چند سال باشد بردبار است که میتواند انتظار بوده. وفادار است مادر تاجیک و فرزندکانش را از آسیب نگاه می‌دارد، با امید دلشان را پر می‌کند.
هر زحمتی، هر رنجوری زیاده در وطن باشد میکشد، راه همسر میپاید، راه پدر انتظار میشوند فرزندان. خب انا سیده و سلام علیکم گفتند. و علیکم سلام هم نسبی عزیز و دهقان بچه. به گفته اینها درباره دروغ بزرگان مرحوم تاجیکستان گفتند درباره دروغ بزرگان مرحوم نه، دروغ بزرگان زنده هم خیلی بسیار هستند. همین روز درباره نفری خواندم که در شبکه اجتماعی خواندم که باز هم دیسرنت نفری را فاش کرده که با اثر دزدی مشغول شده است. خب اینا هم دروغ بزرگ هستند. من یک چیز را نمیفهمم که برای اینقدر مردم طبقه منصبدار رساله نامزدی حمایت کردن چی لازم بود و نامزد علم بودن چی لازم بود و کار پیش می بردن، نتیجه کار معلوم می شد، گرفتن عنوان علمی با راه دروغ آنقدر شاید ضرورت هم نداشت. واقعا اگر تمام برنامه من حرف زنم این برنامه از شماست، پس حق شما بر من میگذرد. میخواستم شما هم حرف زنید. خوشرو برای کار را گفته نوشتن. اسماعیل جان میتوانید از نو وارد شوید و حرف زنید. بلندگویی که شما از جانب خود شما خاموش بود به فکرم. خب خدیجه نوشتن الله مهربان علمتان را زیاد کند. برای برنامه پندامیزتان تشکر گفتند حاجی بابا. خب برای شما هم تشکر. بگذار دعای شما باشد که برنامه باز هم عمر دراز بیند و سالهای زیاد برای همین مهاجران عزیز ما خدمت کرده باشیم. مهاجرانی که قهرمانان ملت امروز همین ها هستند، قهرمان هایی که زحمت کشیده در سرده های ملک بیگانه کار کرده مبلغ میفرستند. همین سال گرما هم خیلی طاقت فرسا بود، شدید بود، خصوص در قزاقستان. مثلا مهاجران قزاقستانی هم بسیار هستند، تاجیکان در قزاقستان هم بسیار کار میکنند. آنقدر گرمای شدید بود که در 3 ولایت قزاقستان باران تماما نبارید، قریب که کمی چکید و برگشت باز ابرهای بارانی و آنقدر به فکرم غله‌دانه هم کم شد، خاشاک هم برای چاروا کم شد که در شبکه ها دیدیم حتی کاغذ پاره ها را بر چاروا میدادند، آب کم بود. و همین مهاجران عزیز ما در قزاقستان یک چند نفر نوشتن که امسال از گرمای شدید خیلی اذیت کشیدیم، خیلی چندین بار آفتاب زده شدیم، اما چه علاج؟ نه علاجه. باز هم باید زحمت کشند، کار کنند چون که اهل وطن دسترخوان پر باید داشته باشند. دسترخوان وطن خالی شود، کیسه هموطن ها بی‌پول شود، روزی هموطن ها فراوان نباشد، بار ناموس را مهاجر میکشد. مهاجر درک میکند که او کم زحمت کشیده ایستاده است، اما افسوس که نه همه مقامداران درک میکنند که باید در وطن هم کار تأسیس داده شود که اهل در وطن باقی مانده ها هم زحمت کشند. پرنده های مهاجر، پرنده های غریب که رفتند زمیهن برای نان و نصیب، پرنده های مهاجر، برایتان برنامه تأسیس دادیم که منبر آزاد باشد تا حرف زنید، تا هرچی در دلتان هست ابراز کنید. باز هم نفر خواهش کردن که شعره که در وصف دادا بود در یک برنامه قرائت کردید، آن را هم باز شنیدن میخواهیم. ما این شعر را در شبکه یوتیوبی میگذاریم، به حد شعری دور و دراز هم هست. با همین خاطر اگر باز هم وارد شدن نخواهید، مبزر را ادامه میدهم. چه بودن وطن را من نمیگویم، وطن گفته در هجرت جان داده ها گویند، بر یک کف خاک وطن زار مانده ها گویند. چنانه گفته شاعر
عطر کفن ز خاک وطن کردم آرزو، با حسرتا که میبرم این آرزو بر خاک. وطن، میهن. وطن جایی که آزارش نباشد، کسی را بر کسی کارش نباشد. معنای این بیت هم خیلی بزرگ است. چرا از وطن دور می شوند و در ملک های بیگانه مسکن گرفته زحمت می کشند؟ در وطن هم زحمت کشیده می شود، آزار شاید باشد، شاید نتیجه زحمت هایشان حلال بر دستشان نمی رسد، شاید نصیبه خورها از بیرون بسیار وارد می شوند. بسیاری از همشهری های ما مثلا در ازبکستان و در قزاقستان و در روسیه صاحبکاران موفق شده، نه فقط همشهریان ما، خیلی بسیاری ها هم هستند. در یک خود مسکو گفتند 60 نفر صاحبکار ورزیده از تاجیکستان دارند که کارگاه دارد و کار پیش میبرد. پس معلوم که آزار آنجا کمتر آزار میرسد، آنجا قانونگذاری ها خوب بهتر است و آنجا شرایط کار کردن بهتر است. سعدی بزرگ گفته سعدیا حب وطن گرچه حدیث است شریف، نشود مرد به سختی که من اینجا زادم. عجیب این است که خیلی از بزرگان، شاعران هم، نویسنده ها هم، دانشمندان بزرگ هم در سرزمین خودشان نبود، در دیگر جای ها سبزیدند. حتی خواجه کمال خواجنده هم وقتی بر سرزمین ایران رفته بود، ایرانی ها در حیرت رانده بودند، گفته بودند نخواد که از آنجا از خوجند اینقدر بزرگوار به کمال رسیده و میپرسیدند از کجای ای لوند؟ میگفت از خوجندم، از خوجندم، از خوجند. جسه بزرگ داشتند استاد خواجه کمال بزرگ و در همان ایران نشأ و نما یافتند. یا خود از خود ایران در دیگر سرزمین ها هم رفتن نشأ و نما یافتند. شاید بزرگان خود همین گونه اند که جای میکوبند که شکوفایی پیدا کرده باشند و همانجا میسبزند. اما اقبال لاهوری بیت دارد در این باره، میگوید چمن خوش است ولی در خور نوایم نیست. هر قدر خوش باشد، هر قدر سبز باشد، هر قدر زیبا باشد، در خور نوایش نیست، چون که از آن خودش را میخواهد، چون که شاید بوی میهن خود را، روی میهن خود را، باز هم همان کوچه های تنگ و تار میهن خود را میخواهد. خوشبخت باشد. صدایتان نیست گفتن یا قبول بود؟ خب در باره زنهای مهاجر که در مهاجرت به دیگر ملت ها به شوهر میبرایند برنامه میکردید، خوب میشد گفتن نگینه بونو. خب به دیگر ملت ها به شوهر برآمدن اگر همدین باشد، چون که یگان قاعده منع کننده نیست. بر ملت غیر نه و بر دین غیر به فکرم به شوهر برآمدن ممکن نیست. یا اگر ملت های غیر آمیخته شوند، نسل های بهتره از آنها به دنیا می آید، چون تماما دو اولاد بیگانه به هم می پیوندند. اگر بینید از پیوند تاجیک ها با آذری ها نسل های خیلی زیبا، خیلی خوشچهره به دنیا آمده. شعر حافظ هم بود اگر آن ترک شیرازی، ترکایی که با شیرازیان آمیختن، یک نسل زیبای به دنیا آمد. و شعر هم همین اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را. در خاطر دارید در مکتب همه ما اذیت کرده بودیم. و همین موضوع را اگر زنهایی که در مهاجرت به دیگر ملت ها به شوهر میبرایند، نگینه جان میدانید یک نکته به خاطرم آمد. من هرگز هم ملت خود را پس زدنی نیستم، هم ملتم را یگان حرف نادرست گفتنی نیستم. زحمت میکشم. همین روز دیدم که در آسیای میانه پسترین مزد معاش را در تاجیکستان میگرفتند، بعد قزاقستان، ازبکستان، بعدن ترکمنستان، بعدن قرقیزستان، ترکمنستان، از همه پایان
عضو معاش تاجیکان بوده است، تاجیکستانیان، و مجبورند زحمت کشند مردان ما. اما در باب فرهنگ، در باب معنویات، درباره آداب سخن گفتن، فرهنگ گفتار، یک چیزی گفتنی هستم. یک خواهرک ما در همین اروپا بر نفر شوهر کردن که از ملت ما نیست و هر دو چون یک زبان را میدانند، زبان روسی را با همین زبان گفتگو میکنند، اما هر دو از ملت غیر هستند. و همین خواهرک من گفتم که خیلی تاجیکان هستند که طلبکار هستند، شوهر نمیکنید چون تنها بودند. خواهر گفتند نه هرگز، چون که من یک بار عائله دار شدم و ناکام بودم. مراتبه دوم خیلی دشوارت بود، تنبیه بود. هر کم بوده را می دیدن یک دنیا کرده به سرم تنبیه می باراندن و قرار کردم که دیگر من بر ملت غیر شوهر می کنم. و این خواهر را من دوام نیم سال قریب ندیدم. بار در عیدگاه، در عید قربان واخوردم که مرا دیدن زمان گریه کرد. گمان کردم خوشبخت نیست، در حیات عائله داره. اما چون به نزدش رفتم تبسم هم میکرد، گفت من از خوشبختی گریه میکنم. و او گفت که نخواد که من هم آفتاب شرقی من گفتگی سخن را البته با زبان روسی میشنوم. Солнце моё восточное گفته نوازش میکند. солнышко моё میگوید، персидка моя میگوید. آنقدر سخنهای پرمهر و محبت میگوید. یگان بار حرفک بلندش را نشنیدم، تنبیه و دشنامش را نشنیدم، چون در زندگی خطا میکنم، به عیب فقط خداوند است، اما همواره حرف خوش میگوید. و همین خواهرک از خرسندی میگریست و شوهرش در سفر حج بوده است. از همانجا گفته فرستاده که آرزو میکنم که همین ملکه فارسی خودم را من به همین سفر مکه بیارم و به او هم همین زیبایی ها را نشان دهم. آرزویم را به تو گفته ایستادم. سخنهایش پر ادبی اند، فرهنگی اند و همین خواهر خوشبخت بود، در حقیقت خوشبخت بود. دانشمند هم بود شوهرش. خود خواهر هم در علم کمبودی کم داشت. و بیهوده نیست که برخی از خواهرکان خود میخواهند بر ملت‌های غیر شوهر کنند. آنها پیش پا خوردند، یک بار دو بار پیش پا میخورند و دیگر دل شکسته میشوند. این خیل حادثه ها هم میشود، کم نیستند این خیل حادثه ها هم. درباره همین خواهرک حکایه دور و دراز خواهم نوشت که تربیوی است و البته برایتان پیشکش میکنیم. عین حال همین جوانایی که ما را گوش کرده ایستادند، یکان بار گفتید بر همسرتان که ملکه فارسی من، یکان بار گفتید که یک فرشته پرطاقتی من، تمام همین بار گران زندگی را برداشتی، از صبح تا شام دم نگرفته زحمت میکشی، فرزندانم را کلان میکنی، خوراکم آماده است، لباسم شسته است. یکان بار منت داری کردید بر همسرتان؟ یک بار بر خودتان سوال کنید. منت دار بودید یکان بار؟ بگاه میآیند روزی دراز چی کار کرده مینشینی؟ گفته داد و فریاد میکنند، علم کوفتگی های در زحمت دیدهشون را از همسر بارها میگیرند. و همچنین برنامه پرنده های مهاجر یک نصیحتی شده رفت. خب خدیجه خواهرک عزیز باز گفتند الله مهربان علمتان را زیاده کند. تشکر برایتان. دعاهای نیکتان را فرشته های وکیل بر شما هم برگردانند. دعای مادر بر فرزندان مثل دعای پیامبر بر امتان است. گفتند تاج‌الدین دادر عزیزمان، بله دعای مادر، دست دعای مادر در سر فرزندکان پایدار باشد. خوشبخت خاندان است که پیش از طلوع خورشید در همان خانه در یک کنجک دیوار جای نماز گسترده می شود، رو جانب قبله مادر نشسته دست دعا شده برای فرزندکانش از خدا رزق می خواهد، روزی نصیبه می خواهد، برای فرزندانش آسودگی می خواهد، برای کار می خواهد. چه خاندان های خوشبختند. خب دیگر واقع بین هم صحبت کردند که میتوانند خود همینجا صحبت های خود را ادامه دهند. باز اگر پیشنهادی از ما باشه، خواهش باشد در یگان بابت شعر میخواهند یا گفتار میخواهند،
هر کس بر تاجیکستان رفتن راضی باشد نشانه. خب لیکن نمیخواستم دخترم را به چچن به همسری دهم. جوانی چچن خب باقی نمیخواهند. اگر انسان خوب باشد ملتی بد نیست در دنیا. ملت ها همه خوبند، فقط بین انسان ها هست. انسان بد هم وجود ندارد، فقط بعضی ها جهت خصلت و فطرت و این جهت ها به هم درست بر نمیخورند، درست موافقه نمی کنند. از اینجاست که بینشان جدایی می افتد. خداوند جدایی بین کسی نه جدایی را امر نکرده باشد. گفته دعا میکنیم و باقی اگر پیامک ها را خوانیم همین طور برنامه میگذرد. انا همین هم یک موضوع خوب است، یک موضوع که خود از میان برخاست بابت فرهنگ گفتار همسران، بابت زنهایی که بر ملت‌های غیر به شوهر میبرایند. شاید اینها همین خواهر که عزیز هم مرا گوش کرده ایستادن بهترین است. ماشاءالله گفتن. بس یک تجربه که السلام علیکم و علیکم سلام. تشکر برای نوشتارتان. فرهنگ گفتار همسران. از روسیه زنگ زده. یک بار فرزندانمان خوبند، مرا یاد کرده، البته برمیگردم. حالا پولم نیست، کار نشد، اما همین که کار کردم البته به تو میفرستم. آخر برای کی کار میکنم؟ برای تو، برای فرزندکانم. گفتن همسر دل زن را کوه بر این بالا میبردارد، قامت زن را بالا میکند، سرش را میبردارد. زن با گوشش دوست میدارد، با گوشش دوست میدارد، با دلش، با نگاهش نه. همین زنگ زده یک جمله سخنی نیک، باز یک سال دیگر انتظار میشود همسرتان. زن تاجیک شاید صبورترین زن دنیا هم باشد که یک سال دیگر برای همین یک سخنی نیکتان گشته و برگشته به خاطر آورده. اگر پیامک نوشتید گشته و برگشته همان پیامک را خوانده تبسم میکند. باور نمیکنید؟ از خودشان پرسید. یک کلام خوش، یک حرف خوبه. دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی با خسروی گزیدن. در همین شعر یک بیت خوبه هست. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. یک مروت خوب بهترین دوستتان است همسرتان. خالد ابن ولید نوشتند السلام علیکم خواهر عزیز، تشکر بر پدر و مادرتان، هزار بار رحمت. نوشتند تشکر بر شما هم. حجاب مسلمان باعث ننگ و ناموس ما هست، الله زبان شما را برا کند. گفتند خالد ابن ولید یک تخلص زیبایی است. خالد ابن ولید را شمشیر میگفتند، شمشیر خداوند میگفتند. همین خیلی یک تخلص داشتند. دادر جان تشکر برایتان. سوری بچه کلمه ما شاء الله این گونه نوشته می شود. یک جان برادران درست است. این کلمه نه، این یک جمله پره است. یعنی اگر خداوند خواهد، یک جای نمی نویسند، اگر خداوند خواهد گفته می نویسند. نفر در خط علاقه هستند. مرحمت. السلام علیکم اپا. و علیکم اپا سلام. خداوند از شما راضی باشه. باور کنه خدمت داره. باور کنه وقتی که به شما می نگریم مادر تاجیک هم می نگریم. خداوند خدمتاتون ما قدر میکنیم. خداوند در بهشت فردوس جاتون کنه. مادر من چی گفتنی هستم که امروز مشکلی داریم، همه مهاجر مشکلی داریم. ببینید یا از ایسو نرخ قیمت است، بلیت قیمت است، یا که میخواهند لا اقل که به ازبکستان بیاین ظلم میکنن، 1500 سومون میگیرند. روی رو شد خاموش میستیم. یک دم دیگر با از روسیه هم میریم که با ازبکستان که میریم، ولی ببینید با همین هم پولکی میکنن چون که خاموش هستیم. مادر من گفتنیم که خدایا همین ملت مزعش و اشرت میکنه
کسی که از همین ملت مظلوم خانه های با دبدبه می سازه، کسی که بیچاره نه در وطن روز دارد نه در وطن کارش میتید، میخواهد همون شخص از وطن برود و یک لقمه نان حالا هم از اون استفاده میبرند تا همون گسل روسیه شه پول از تنش میکنن. مادر باز در آمدن هم تو ببینید اگر با خط سیر روسیه دوشنبه برای تقریبا 8000 10000 همین خیل. اگر که همین از روسیه به دوشنبه روی 30,000 روبل 35,000 روبل همین خیل. ببینید فرقیت، هر دو در یک جا، هر دو با یک سمالیات میپرند. مقصد اون با آب، اینی ازبکستان با آب نه و اینی ما با تیلو نمیپره. مادر انا مادر همین شخصانی که از همین ملت مظلوم پول میکنن، خداوند کریم فلجشون کنه، خداوند کریم در گلوشون همین پولی همین ملت مظلوم در گلوی همینا رست، خداوند کریم فرزنداشون هم همین خیل مهاجر کنه. پروردگار کریم همین عذابی که مهاجر کشید و همین هموطن من کشید، پروردگار فرزندای منصبدارا بکشند. پروردگار فرزند همین ملت مظلوم من از همه جا با یک سوز و آه تابوتش میره و پروردگار شخصانی که اگر ظلم در ملت من میکنن، پروردگار تابوت فرزندش همه خیل با کشور بره. خداوند کریم روزی نه که نبینن یا عمر مرده فقط نالش کنن، نالش دراز کنن و بعد مرگ بینن، یک مرگ نبینن. چون ملت من امروز در عذاب است. مادر این همه خط تشکر زیاد از شما مادر. باور کنیم ما در اینجا مادرها را میبینیم حالی زور، شبا خواب نیستن، شبانه میرون پول میشکن، پول میرون. مادر تاجیک زبش همو گفتی همو شاعر که شینند و زاین شیران اینر همین بود. مادری ما شبی در روز پولشکی در خانه عروس نبود. مادری ما زبش چرا خاموش شد؟ حالت تکنیکی شاید. خب دادر مهاجرم تلفنتان خاموش شد. درست میگه. خب این همه خیلی مادر جان پناهتون به خدا، من بسیاری بد گپ زدم. من این همه قدر دارم. من درد هموطن من میبینم، من درد میکنم مادر. بله، درک کردن درد دیگران هم درد بر دیگران. سعدی بزرگ گفته که چو عضو به درد آورد روزگار. در راه رفتستم کم میچسبه بخشش مادر. با که نیست. خب تشکر برای زنگتان، تشکر زیاد برای سخنهای نیکتان. بنی آدم اعضای هم دیگرند که در آفرینش نماد جبهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یک شب اگر دندانتان درد کند تا روز نمیخوابد، چشمتان نمیخوابد، سرتان در فکر دارو میشود، پایتان همواره راه میرود، دستتان پای تیار کردن نمک و بحث یا داروی دیگر و این همه برای تسکین درد یک دندان است. همین عذاب تاجیک را میبینند، دیگر تاجیکان هم البته غم میخورند. درست گفتید. زنان را همین بس بود یک هنر نشینند و زایند شیران نر است. حکیم فردوسی است و نخواد مادر تاجیک امروز پال روزها را شاید گفتند، آینه روزها را تازه کند. هواهای سرد و هواهای گرم و برآمده در بلندی ها آینه پاک میکنند. یک خواهرکی عزیز گفتند که آینه پاک کرده ایستادیم، با همین راه کار میکنیم و به هر حال از بازار نشستن در تاجیکستان بهتر. مبیند از یک زحمت سنگین باز زحمت سنگین در دیگره را برتری اش را حس کرده اونجا رفته مهنت میکنند. خب یک وقت جنگ بزرگ وطنی گفتند، روزها تانک سوار و طیاره سوار، سمالیات سوار، ماشین سوار جنگیدند. تاجیکان عسکری قطاره پیش تانک ها دویدند و بیشتر تیر را تاجیکان خوردند، سینه خود سپر کردند. چندین نفر قهرمان تاجیکان در همان عین مرکز تیر رفته خود را داشتند تا در کفا بوده ها
را ایمن از خطر نگه دارند و همین وطن را، همین سرزمین روس را از دست فاشیستان آزاد کردند. اما امروز هم باز میروند برای همین سرزمینه که یک وقت از دست دشمنانشان کشیده گرفتند، نجات داده بودند، باز امروز میروند زحمت همین ها را میکشند و کاش که قدر شوند بود و ولی که پیرس گفته حرمت کنند بود. کاش که باز هم با کدام یک تخلص و لقب و باچه های نام میبرند. اینش علم آور است. البته نه همهشان، برخی. سیف الله دادری عزیز، سیف الله 87 نوشتند راست میگویه، به خدا مادری عزیز، ما مردان کلمه خوب را برای زنها و مادرانمان گم کرده ایم. تن میگیرند. گم کرده ایم. زنهایی که از شما هزار پول نه یا کلمه خوب انتظار هستند، در حقیقت گم کردند و زن میدهند همان را هم با یک دشنام و با یک لط دادن ها. و زن بیچاره از پول خواستش هم، از پول گرفتنش هم بعضا پشیمان می شود، بعضا از خواهش کردنش هم. اگر میخواهید در برنامه باز هم اشتراک کنید، باز هم درباره یگان موضوع حرف زدن خواهید. گفتم که موضوع آزاد من درباره راهگیرها گفتن. راهگیرها در حقیقت قیمت ترین است. کشور ازبکستان راهگیرها را خیلی ارزان کرد. برای چی؟ راهبرشان مثلا میخوام راهبرشان رئیس جمهور شوکت میرزیویف گفت که ما خیلی یک مخصوص تاریخی داریم، ما یک مقبره های تاریخی بسیار داریم، قدمجاها میگویند آنها، و برای زیارت این جایهای تاریخی هر قدر بسیار سیاح آید همان قدر بسیار ما درآمد میگیریم. سیاحان در همان جا در مهمانخانه‌اش شب را روز میکنند، برای تماشا پول میدهند، برای خریدن یگان اشیا از آنجا پول صرف میکنند و همین درآمد است برای این کشور. تاجیکان مگر کم دارند؟ بسیار حرف زدم، به فکرم که گلو خشک شده ایستاده. مگر تاجیکان کم دارند؟ یک شهر ما 5 مقبره تاریخی دارد. مختپه دارد، مثلا حضرت شاه ولی دارد و خیلی دیگر. حصار 5 مقبره تاریخی دارد. شهر نیست که نداشته باشد و ناحیه ها هم دارد. در زمان کوروش کبیر میگویند راه زیر زمینی هم بوده. در دوران شاه رستم بک در استراوشن کمینگاه که گنبد کبود بود، کوک گنبد میگوید، یک لشکر، یک کاروان بزرگ با جواهرات، با بایگری های پادشاه رستم بک از همان داخل مقبره در آمده، دیگر نبر آمدند. از کجا بر آمده رفتند کسی نمیداند. و باره همین خیل تاریخ شناسان به خلاصه هم آمدند که راه زیر زمینی هم بوده از آنجا. خیلی ما داریم جاهای تاریخی که تماشاباب است و همین کوهستان ما، همین ورزاب و مقبره، منبرها، همین منبر و مقبره نه، قلعه های کوه، دامنه های کوه، عقبه انزاب، شهرستان. یک بار طریق همین دوشنبه چناق راه پیماید و با ماشین بینید چقدر سرزمین افسانه‌ای است. بار یک سیاه از بلنده افتاده بود در همونجا و دیگر ساحه سیاحی تاجیکستان بر هم خورد، گفته فکر کرده بودند، اما سال دیگرش 3-4 مراتبه 3-4 کرات بیشتر سیاحان آمدند. چرا که میخواستند از کجا چگونه افتادن او را دیده باشند. یک منظره افسانه‌ای است. اگر همین نرخ چیپته ارزان شود، 3-4 مراتبه اقلا ارزان شود و همین ساحه سیاحی را، یک خود ساحه سیاحی را اگر راه اندازی کند، تاجیکستان شاید در یک 10 ساله خردکت برابر سنگاپور پیش رود. سنگاپور چی دارد؟ عقبه ندارد، از قبط کوه ها راه های گذرانده ندارد. سنگاپور اینقدر منظره های زیبای تاجیکستان برای ندارد، اونقدر لعل بدخشان ندارد، گنج و گوهرهای از کوه تاجیکستان میگرفتگی برای ندارد. آب زلال را میدانید؟
در دنیا در مینرال نوکی در معدن نوکی داخلش از روی شفا بخشش در دنیا در جای دوم ایستد و بر تمام دنیا پهن شده رفته است و ایالات متحده عالمانش و خریدارانش برای هر یک لیترش چقدر مبلغ کلان پیشنهاد کرده بودند تا کارخانه را خود آنها آمده ساخته از آنجا بهره برداری کنند که همان وقت حکومت تاجیکستان راضی نشده. تاجیکستان خیلی امکانیت‌های بزرگی برای پیشرفت دارد. هر سال چقدر کان طلا پیدا می شود، کان طلا یافت می شود از تاجیکستان که استخراج همین طلاش می تواند تاجیکستان خردک که ما را گل گل شکفاند، اما نادرست استفاده می شود. دیگر معدن و طلا و آبهای شفا بخش و دیگر اینها را حساب نکنیم یا خود ساحه سیاحی از چقدر تاجیکستان را پیش رفته و گل شکفته کردنش ممکن است. خب باز هم ادامه میدیم. جج عظیم زیباسانم تاجیک مادر همین خب مادر خالی برای رویت شهر را دیده مادر نیست مثل تو یک اختر مادر اگر ممکن باشد ما فراموش کردیم اخبه و همه جای استراحتگاه و همینا را ما فراموش کردیم. مادر ما را همه نمیمونن که همه اقلا بیایم 8 ماه 1 سال بستیم و بریم زن و فرزند و وطن ببینیم. ما را همین نمونده است. ما میگیم به 1 سال مون 2 سال شوه و 1 تنگه ما جمع کنیم و یک چی پیشتر در زندگی بریم. ما را 3 کرته بالامون پولمون نمیکنن. ببینیم مادر ولی ما فراموش کردیم، ما استراحت فراموش کردیم، ما فراموش کردیم در ناحیه حصار چی است، ما فراموش کردیم در دیگه ناحیه ها چی است که جا ما در همون درون مایلش که ببینید دیگه شهروندای دیگه خارجی میروند ترکیه دیگه جا عادق میروند. ما حتی در همون کشور خودمون همون جمشید حلیم کرده بود که سنگ بابا مای میگه فروی ای بالای سنگ در تاجیکستان همین تمام منصبدارا میری این سنگ این منصبدار این دایره این منصبدار این لبی باغ این منصبدار کجا بریم مادر؟ من شما گپ زنه جای نیست. همین راه در من همین برای نانی دهنت میبروی در خانه شتگی روسیه راه قیمت همه قیمت هیچ جا رفته نمیتونی. همین میبروی میگی همین بلانی ماشینم توخره همین یک آدم تا برم بالا برم همین بگه 2 تا نان گیرم 1 کیلو قند سفید همین دستت میکشه یا گایش میگیره یا یک کارمندش میگیره. مادر باور کنی نه میگی در زمینت کار کنی آبی که باید که پول زمین میتی که باید همین توی آب بیارن در همین زمین تیان مادر باور کنی آب نمیتیان. وقتی پولگیری 2 بار پول میبیاد 10 بار پولگیری میبیاد همین پاپکا در تای دستش باید برای عبید کنه و جماعت باید برای عبید کنن با پول میبیان. کانال تا خودت کوی راه تا خودت ساز کنی آب تا خودت کنی ای گرانیسا گذاشتن 1,500 سومون طلب کنن 10,000 سومون تو چیپته هواپیما را بخری. ببینه همین 1,500 سومونه که یک تاجیک میتیه به خاطر که گرانیسا ازبکستان بدرویه در رویت همین میتا ایران مردم بلیت میگیره ترکیه میروه. ترکیه چیپته که تاجیک از تاجیکستان یا که از روسیه میخره به وطنش یا ای وطن به روسیه همین شهروندی خارجی میروه در ترکیه عادق میکنه استراحت شه میکنه میخزه میبیه باز به وطن شه. ببینه فرق بین من مهاجر من نخواه من یه زگرم پاسپورتی من $100 باشه زگرم پاسپورتی قرقیز $10. مادر همین فرق من از همین حکومت از همین مسئولین من میخوام بفهم که چرا قرقیز میتونه چی قرقیز یگان آب طلا جاری میشود در کوهاش که همین ملت چه پیش میبره چی قرقیز یگان خوبی داره یگان نفت و گاز بسیار داره هیچی نداره. همین چیزی که ما داریم هوایم نکیم چوب برای ازبکستان 30 میلیون شهروند داره 40 میلیون 30 میلیون شهروند داره نخواد چیپته هواپیما
8000 باشه همون خاک میریم، همون سرزمین میریم. ایما 30,000 روبل باشه چه از ما ملت، ما امروز غلامداری آزاده، ما امروز غلامداری آزاده. اگر تاریخ من کمی خوندگی هستم، گفتگی هستم، غلامداری مجبوری بود، غلامداری آزاد. همین ما ملت امروز غلامی آزاد کردیم. میری تو آزاد، از بند آزاد نکیم تو برای همین 4 اوباش هم کار میکنی، میبیه همین 4 اوباش از دستت میگیرن خلاص. و فرزندی این ملت چیخره پوشاک مکتبی از حکومت خرید، مکتب 2 بار بسری پولش بیاین، آب نتن، زمین نتن، یگون چیز نتن، از مردم ترا و تاراج کنن. و این مردم کجا برای ما فرزند اوگه این ملت نیستیم. ما فرزند همین ملتیم. ما در همین خاک تولد شدگیم. امروز ما را به بگانه و به خودی بگانه کی اگر من راضی نباشم از همین حکومت که 4 تا ماشینه گرفته با این ولایت میروه، با 4 تا هوای ماشینه رو میکنه میبره دوای ولایت میچسبونه، با همین ملت پیش میره. امروز مردم رفته در کیهان زندگی دارن، استراحت دارن، با اومده استیان. ما حالی هم شیشتیم همین 4 تا خربوزه، لولون، شکرها، ترم، آش پلاو. واقعا هم مردم کمبغل آش پلاو دام تلویزیون دیدن. مادر باور کنه من 5 سال در تاجیکستان بودم، من تلویزیون تماشا نکردم. برای چی؟ من فقط یک شخص در تلویزیون بینم، مگر من در چی فایده؟ فقط یک شخص تعریف کنن من در چی فایده؟ و شخص تعریف میکنن من در خونم میبخشه نون خوردن نداشته باشم، من چی باید تماشا کنم؟ من 5 سال تلویزیون تماشا نکردم. فقط دروغ ایدی تربوز، ایدی خربوزه، ایدی اصل، ایدی کدو، ایدی کرچکا، همه ایدی کرچکا میکنن با میخ میزنن در تنه وایستم نام امام علی می نویسن. فقط در بازار همین کرچکا را خدا میزنه 10 سومون میشوه. واقعا با همین خیلی دولت پیش میره، با همین خیلی ملت کنی راه سازه، کارخانه سازه، راه میسازن، میگن 8 پلسه میشه، این خیلی میشه، او خیلی میشه. وقتی که میسازنش 2 پلسه میشه با 50 سانتی متری، این رئیسش او رئیسش ایراه میزنه، اسفالت در کنی کساج میزنه. واقعا هست یگان کاری که در همین دولت ایروی انصاف به خاطر ملت اجرا شود هست؟ نیست. درست، 100% درست. اکنون نگاه کنید، یک مهاجر عادی که امروز در مهاجرت مهنتی کار میکند در شهر غریبی درک کرده همین رو میفهمد که با ایدی خربوزه و ایدی کدو و شکراب و آش پلو با کلم تخاره های کلم کشیده خورده پیش رفتن نمی شود. اما در حیرت میموند انسان که چرا در بالا کسی همین را درک نمی کند. کارتوشکا را با میخ کوفته مادر بخشش ببینه مادر همه بیرق کلان من در چی در کارای، همه بیرق کلان من در چی در کارای، همون بیرق یک کارخانه میشید بگذار زنای ما مادرای ما در همون وطن کار میکردن. من امروز مادری تاجیک باور کنه برف میروه یا که شوا میکنه در زمین همون بای اروسا پولدارا و قطعی آیله شیشتگی ششلیک جرید میکنن و ششلیک میپزن میخرن. مادری تاجیک من میبینم شوا داره دفتاب و دامو تای بیسیتگاه شیشتگی جیگرای من به خدا قسم پاره میشه. او مادر بوی اوقات هم میفهمه فرزندش در وطن خودش در همه جای باور کنه ای چشماش آب میریزه. باور کنه مادر به خدا قسم گریه میکنه که همین فرد من در گربی بلند، من در کتابخانه کلان، من در ببینه یک دولت های کتابخانه کلان نداره، بیرق کلان نداره، لیکن همه شهرونداش خوب زندگی داره. بله، وطن نمان هزار دستان وطن شعار مستان میگویند زنده بادا فلانی پدر ملت، فلانی مادر ملت مینویسند، اما در زیر نفرانی که میخوانند و دست برداشته او را میگویند گرسنه‌اند. شعار مستی است. این همه دیکتاتوری میگویند، عادی‌تر کرده گویم. راستی تاثیرناک بود همین سخنتون که مادر تاجیک در خانه بای روز کار میکند، خشاوه میکند، علف میکند، در زمین کار میکند، بوی کباب او را میشمد، میفهمد
در خانه فرزندکان است در تاجیکستان. بچه منم خورده ساده باشد میگفته فکر میکند، دلش سر باشد میگفته فکر میکند. همین آه کشیده مادر مگر عبور ندارد که بگیرد. یک در زمان مکتب خانی حتی خوانده بودیم، خیلی کوچک هم بودیم، یک منصبداری والا مقام با تقاضای زندگی، با تقاضای گردان به چاه می افتد و در همین زیر چاه به بالا نگاه کرده از یگان کس کمک خواسته نمی شود، نفری می رود سنگ می افکند به جای کمک کردن. می پرسد که چرا به من سنگ می افکنی؟ می گوید در خاطر داشتی تو وقت در سر منبر بودی، کرسی نشین بودی، بالا مقام بودی، به من سنگ افکندی و من انتظار بودم که کی پایانتر از من میفرایی. خدایی که بالای دست آفرید، زبردست خر دست آفرید. یک روز دنیای گردانده میدهد. هر کاری که کردید ثمرش را میچشید. از تقاضای عمل غافل مشود، گندم از گندم بروید، جو ز جو. تشکر زیاد برای اینقدر با سوز و گداز حرف زدن و این همه هر چی گفتید لازمه بود، درست بود. بسیار تشکر. دادرم عمر در خط علاقه هستن. الو. السلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنم شما را. باش احمد می‌باد در نوبتند. بفرمایید. درباره همین تاریخ گپ زدید، تاریخ تاجیکستان، ما این فکر شخصی من است، شاید بود دیگر خیلی فکر کند. من تاریخ تاجیکستان اگر که مثال برای برگردانیدنش، من همین در همین فکر هستم که تا به حرف فارسی خودمون اگر نگردیم ما دریافت تاریخ خودمون نمیتونیم کرده. اگر که به حرف فارسی خودمون گردیم، اگر نگاه کنید ببینید که ازبکستان به حرف خودش شد، قرقیزستان هم خیلی دیگه دولتایی که از اتحاد شوروی جدا شدن، اما ما نه. درست. در همون خط هستیم، همون خطی که مثال در وقت اتحاد شوروی به زوری در ما بار کردگی هستن. اگر که ما که حاضر اکثریت ما نمیتونیم حرف فارسی را خوانده. اگر یگان حرف فارسی که اگر هر چیز نوشته باشه در زمین باشد، ما اینا همچون مسلمانی میدونیم، میبرداریم از زمین. نمیدونیم چی نویسندگی است و در چی باره هست. گفته بالای تا سر میمونن. بله درست. بله همه خیلی است. نه این حقیقت است. مثال یگان جای پناهش نیست. برای که ما نمیدونیم همین چیزا ده که مثال چی نویسندگی خوانده نمیتونیم. این اساسا این خط فارسی تاجیکی دری است که ما همین یک فرهنگ تاجیک است که ما این دور شدیم. بله. یک خط فارسی یک جاذبه، یک معجزه هم دارد که هنگام قرائت میکنید مضمونش را درک کرده میروید. چون که کورانک کاری بر این تست خونده رفته نمیشود. درک کرده نخونید، خونده نمیتوانید و همینجاست که مضمونش را درک میکنید. یک وقت در یک کتاب خونده بودم که حتی از خط فارسی، یعنی که خط فارسی در وقت در زمان شاهیگری ها از حرف همین فارسی که با دیگر شاه روان میکردن، یعنی که یک جذبه داشت، یک ترس داشت. همین حرف فارسی حاضر این خیلی نیست. حاضر نگاه کنید این روی آدم چه خیلی به قدر میشود، برای که ما تاریخ خودمون قپیدن نتوانستیم. مثال روشن فکرها همه گریختن، همه گریختگی رفتگی هستن. همه یک علما مثال دانشمندای ما اکثریتش گریختگی هستن. اونش که در تاجیکستان باشد خاموش هستن، زیر فشار خاموش هستن. صدا برآوردن در محبس هستن. به همین خاطر هم نفران دیگر که درک میکنند خاموش هستند. همین هم حکمت دارد. میدانند و آرام هستند، این هم یک حکمت دارد. نه البته همین خیال است. نه که فکری من همین است که ما باید اول مثال به حرف فارسی خودمون گذاریم، فارسی دری خودمون گذاریم. چون که تاریخ دارد که حتی از تاریخ مثال ترک زبان ها، این روس زبان ها که اینا هم خط اساسی روس ها این خودش این نیست. بله درست. درست. بله این خط اساسا
جانب انگلیا و چیز شدگی است. حاضر و یک حکومت دیگر بود خاطرم برآمد از هوای در روسا مانده شدگی. نه که ما خود ما خطی که مثال چند هزار ساله ها داریم. این چند هزار ساله هست این خط. بله با این خط هم تاریخ ما نوشته شده، هم بزرگان ما، عالمان ما، شاعران ما با همین حرف نوشتند. البته نگاه کنید حاضر کردها همین خط همین کردها هم اساسا اینها یک قسمی فارس زبان ها هستند. حاضر همین ها نگاه کنید که دولت ندارد حاضر کرد. همین تحلیل کرده استند که باید همین لفظشون لفظ چیز شود، فارسی شود، خطشون خط فارسی شود. چون حرف فارسی شد و تلفظ ها درست شد، دیگر طرز گفتار ما هم نگاه کن بله تاریخ می آید. تاریخ اینجا باز اگر حرف فارسی شد تاریخ اینجا پیدا می شود. حاضر میگن که نه ما باید قلعه هیستور یا که دیگرش، نه هر وقت فارسی شد تاریخ خودش میاد. تاریخ دیگه هیچ کس گرفته نمیتونه. تمام شاعران، تمام همین نویسندگان هستن همه به حرف فارسی نویسندگی، حتی فارسی دری تاجیکی نویسندگی هستن. همونجا ببینید که مثلا گپ فارسی تاجیکی اساسا این یک رنگ شعر است، رنگ یک خیلی شیرین است، نه رنگ شعر گفته میشه. یعنی با فارسی یگان حرف اگر که بارا است، روان است، درست بله شیرین میشه، هوای شیرین گفته میشه. ای خیلی که ما حاضر ما گپزنیمون گروه گپزنی هستیم، یعنی که با جهلانه گپ میزنیم. حاضر از ما همین خیلی شیدگی رفتگی است. بله همین مثال عادی نام شما مثلا با حد کریلی نوشتند او عادی است، عمر میگویند، اما طرز درستش عمر. بله چون فارسی که ننوشته از کجا درک میکنید که چقدر تلفظ کنید. نام من هم مثلا سایمه نیست، با حرف سین مایل تبسم که نیست، چون که معنایش با حرف سین نام یک پرنده دشتی است، باید با صاد نوشته شود و فایمه یعنی که روزدار. ببینید مضمون خیلی تغییر می‌یابد. البته حاضر همین مثال الف بای نیاگان رو گرفتن از چیز از مکتب ها، همین نیست در همه چیزا مکتب ها تو که سیره بود حاضر همین هم گرفتن. برای که حاضر حرف فارسی این حرف تروریست اعلان شدگی هست. یعنی که حاضر اگر من نام خودم مثال در همه یک لباس هم نویسم با حرف فارسی من میشم تروریست. بله باور کنید مادر اینا تروریست میگن. برای چی؟ برای که تو با حرف فارسی این یعنی که حرف مسلمانی میگن. حاضر که با لهجه چی نویسندگی هستی در اینجا گفته حاضر همین خیلی است. یعنی که با حرف فارسی اگر که من حاضر تلفنم همین پروگرامش مثال حرف فارسی کنم اگر من اقپن از 5 تا 10 سال استاتیا دارد. برای حرف فارسی در این استاتیا دارد، این شوخی نیست. یعنی که من اگر تلفنم کریلی که مثال چیز کنم اگر فارسی کنم جنایتکار حساب میکنم. بله با عجبا زمان میآید که نبیره های ما بر حال ما میخندد. شاید نفران هم نفرت کنند که این چه روزه که نفر سر نبرداشته که از خط نیاگان ما نظر کرده. یکی از سبب‌های بر لاتینی برگشتن ازبکستان این همین بود که با حرف لاتینی خیلی کتاب‌های علمی بسیار بود. یکی از سبب‌هایش بر علم نزدیک رفتن بود. انشالله امیدواریم که ما با خط خودمون برمیگردیم انشالله. بله خدا خواهد برمیگردیم. رحمت مادر عزیز. باشد که همین روز فرا رسد. تشکر. و احمد جان یک دادره که دیگر در خط علاقه در نوبت هستند. من اینجا باید پیامک را میخوندم. جج عظیم گفته نفر یک شعر که خوبه نوشته بودن خواندم، فقط وزن و قافیه و همهش درست بوده است. من که روان خواندم در شکل شعر نبود، اما خوب نوشته شده است. تشکر برایتان دادر یا برادر عزیز. راهبر در زندگیش لعنت مردم شنود، بعد از مرگ لعنت خداوند بر خودش و اولادش میرسد. نوشتن الجیلد. دیخون بچه پیسای ما سلامت باشه. چند سوالی دارم. یکم زن دویومم از من 5 سال کلان، یعنی من 42 ساله و وای 47 ساله و من بیماری روحی و روانی دارم. چگونه این را گرفتم خود نمیدونم. خب برنامه پرنده های مهاجر دادرک عزیز
محتوای این برنامه بر نمیخورد بر سوال شما. ما برنامه داریم که مسلمه احمدی میبرند، خواهر عزیز، و همین خواهر چون دانشمند در جاده دین هستند، تحصیل کرده هستند و تا درجه هم در جاده دین رسیده، از آن که سوال دادن ممکن است، اما من امکانی جواب دادن، من خودم خیلی سوال های دارم که جواب میخواهد در این جاده، در جاده دین مثلا. خب الکساندر شایدورف، برای شما هم تشکر زیاد میگم، جزای خیر دیت خداوند. مسلمان نباید پیشوا پرست باشد، گفتم بله، یگانه پرست باید باشد مسلمان. مرا میخوانند چند بار دامولاها جن با زبان من با سخن میدراید. خب باز هم دهقان بچه نوشتن، این سوال را بر اهل همین سوال باید دهیم. انا سیدова، بسیار تشکر برای سخنهای زیبایتان. سلام علیکم برادران مهربان، به خاطر خدا لایک را بمانید گفتن. دوستان عزیز، 11 دقیقه ما از فرصت برنامه بیرون رفتیم. برای نفرانی که تا اینم تماشا کردند، لایک هم دریغ نداشتند و گذاشتند، به همتون یک جهان تشکر، دنیا تشکر میگویم. حرفک خوش اگر ما گفتیم و شما شنیدید، اگر شما گفتید و ما شنیدیم، همین یک پاداش خوبه، همین یک ارمغان، یک تحفه خوبه است، چون که ما از اینجا بر شما تحفه دادن نمیتوانیم، یا شما بر ما گلدسته پیشنهاد کردن نمیتوانید. گلدسته ما همین حرف خوب است، همین به خاطر پیشرفت وطن عزیزمان، به خاطر شکوفاییش یگان پیشنهاد ما است. شاید بر گوش راهبران رسیده که کدام ساحه ها را پیش گیرند شکوفایی تاجیکستان تامین می شود. واقعا یک کشور سنگاپور دربارش همین روز گفتنی بودم برایتان، باعث پیشرفتش زحمت یک پرزیدنتش که لی کوان ایو بود خیلی فراوان است. لی کوان ایو یکمین کاری که کرد همه سودیه ها را، پروکورورها را به پرسش، به سود کردن، به دادگاه و محکم راست بردن بر زندان، بر محکم، یعنی حکم زندان دادن و از تمام دنیا، از خود همان سنگاپور هم بهترین وکیلان دفاع، ادوکات ها را گرفتن، بر جای پروکورورها، بر جای سودیه ها گذاشتن در آن کشور. از خویش و تبار خودش سر کرد. بر نفرانی که رشوه میستانند، پاره‌خوری میکنند، یعنی کروپسیا، بر فساد آلودند، حکم قتل داده شده بود. در یک مدت خیلی کوتاه گل شکفته بود. این سنگاپور یک دولت بزرگ نه، یک شهر دولت از خوردکک است، معنای شهر شیر است. و اگر در یوتیوب سنگاپور نویسید در حیرت میمونید که چقدر با سرعت پیش رفته. و دروازه های شهر را برای اینوستیتورها، یعنی که صاحب کاران خارجی باز کردند. انداز را خیلی کم معین کردند که صاحب کاران خارجی آمدند بانک شدند در آنجا. انداز دولت کم بود، کارگاه شدند. و همین شهری که بجز ماهیداری و بجز یک کشاورزی خیلی کوچک که در خاک آنجا اینقدر سبزیجات درستی هم نمیروید، یک کشور خیلی پیشرفته و کشور پیشرفته مبادل شد. دانشکده های سنگاپور بهترینند. با همین شناسنامه سنگاپور در چندین دولت دنیا به یگان روادید وارد شدن ممکن است، شرطنامه دارد. با دیپلم هایی که از دانشکده های سنگاپور گرفتید، قریب که در تمام دنیا کار و فعالیت پیدا کردن ممکن است. این قدم جدید یک راهبر بود با نام لی کوان ایو که تبارش از خیتای بودن و کوریا آمیخته بود، اولادش از دو جانب. و بعدا این حال رئیس جمهورش یک خانم مسلمان است که حلیمه یعقوب نام دارد و او هم پیشرفت دولت را هرگز از پیشرفت هرگز قدم به قفا نمانده. خیلی خوب است. هوس میکنیم البته. خدا رساند که کشور ما هم همین خیل با پیشرفت های نظررس نائل شده باشد. خب باقی همه بین هم خیلی گفتگو کرده هستند. من همه پیامک های شما را البته میخوانم و قبلا تشکر میگویم و فرصتی که برای برنامه ما جدا شده پایان پذیرفته
تا برنامه دیگر همه شما را بر پناه خدای پاک میسپارم. در پناه پاک سبحان کریم شاد باشد ای عزیزان حلیم، ای مردم بیدار پناهت به خدا. تا دیدن دیدار پناهت به خدا.